سلام دوستان، به کانال بنده خوش اومدید. امروز میخوایم بریم با یه ویدیوی جذاب ماینکرافتی دیگه. قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم با محتوای ویدیو آشنا بشیم، لطفا کانال بنده رو دنبال و لایک زیر این ویدیو رو قرمز کنید. خیلی ممنون. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم و این فارم خیلی جذاب که تو تصمیم میبینید رو بسازیم. هم خیلی مرتب هم خیلی حرفه‌ایه. بریم با هم ببینیم. خب این قسمت ها رو میخواید داشته باشه، میتونید انواع اقسام گیاه ها، میوه و این چیزا رو بکارید و ازش استفاده کنید. دیگه بریم سازه خوب بسازیم. متریال موجودش این چیزاست. بذارید من اینو جا بجا کنم. این متریال ها رو میخوایم. چوب میخوایم، نصف سنگ میخوایم، چوب کرف شده، آب میخوایم، دونه های میوه رو میخوایم، چست، پله، خاک و شیشه و چیزای تزیینی و در و چراغ و بعد چیزایی که تو تصویر هستش، دکمه، این چیزا واسه تزیینه این چیزاست. میتونید این بلاکاش، سنگا، مدل شیشه، این چیزا رو عوض کنید واسه خودتون. متریالش کامل داخل تصویر هستش. میتونید هر کدومو که دلتون میخواد عوض کنید، جابجا کنید با چیزای دیگه. کاملا اختیاریه. حالا من اینو بذارم سجاش، بریم ادامه ویدیو. دستم خود شد. خب همچین نقشه نیاز داریم. داریم بسته 13x30 باشه. بریم با هم دیگه داخل مپ هم ببینیم. سه تا باید فاصله داشته باشه حدودا. ستوناشو به این صورت باید بسازید. به این صورت. حالا میتونید بزرگتر و کوچکتر هم کنید، بسته به دلخواه خودتون. چند سریع اینجا رو ببینید. خب یه همچین حالتی میشه. بعدن اصلی ستوناش اینجوری میشه. به این صورت باید پایینشو با هم دیگه متصل کنید. حالا میتونید از چیزای دیگه هم به جای چوب استفاده کنید. این حالت رو بگیره. این مرحله بعدی یه دونه مونده به سقف، باید اونجا رو هم متصل کنید که برای طبقه دومه. قسمت ورودی به سی پله. حالا بس خودتون میتونید سنگم بذارید. در و دور درم میتونید با هم دیگه ست کنید به این صورت. خیلی ساده و اما خوشگل. میتونید اینطوری با این گیاهایی که از درخت به دست میاد حدودا میشه گفت برگ دورشو تزیین کنید به این صورت. با این طرف دورا هم میتونید یه جلوه خاصی به این برگا بدین، یکی در میون. حالا بسته بدین تخیلات و ایده های خودتون. شیشه میتونید بذارید، میتونید هم کلا بپوشونیدش، ولی این تر شیشه خیلی خوشگله. یه نصفه وسط، بغلش هم شیشه کامل. هم قیافه قشنگی میگیره، هم خیلی جذاب. میتونید طرای دیگه ای هم که خودتون دوست دارید انجام بدید، مشکلی نداره. این صورت. خب حالا باید کفش رو اوکی کنید. یه قسمتی باید باشه که خودتون میخواید استفاده کنید، وسایلتون رو بذارید، نمیدونم چست و این چیزا. حالا بسته به کارایی خودتون. کفش باید شخم میزنید و ترتیب بندی خاصی بدید که همه چیزتون رو بتونید بکارید. این صورت یه سبزی خیلی راحت. حالا باید شخمش بزنید و کارهای دیگه هم انجام بدید. میتونید تقسیم بندی کنید به ابعاد مختلف، مثلا چند نوع گیاه دارید و این چیزا. حالا داخل ویدیو همین تعداد کافی بوده. حالا شما میتونید بزرگترش کنید، میتونید کوچیکترش کنید. خب به این صورت میشه.
اینم یه طرح جذابی میتونید بالاش انجام بدید. یه طرح سنگی خیلی ساده ولی خیلی خوشگله. به این شکل هم میتونید اینجا رو هم اینطوری کنید بینشو. دور اطلافشون همش انجام شد اینطوری. به این شکل در میاد. خیلی ساده ولی خوشگله. میتونید از این حالت دکمه هم بذارید. یه حالت جلوه خیلی عادی ایجاد میکنه. از بی هیچی خوشگل‌تر میشه. چه چیزای دیگه هم بذارید. دو تا چراغ هم میذارید که شب شد بتونید راحت ببینید و استفادهتون رو ببرید. کلش رو چوب، حالا رنگ چوب هم میتونید عوض کنید، حتما نباید همین بشه. میتونید سنگ هم بکنید، هیچ مشکلی نداره. به این صورت کلش رو چوب میکنید. حالا حساب خودتون. یه قسمتیش رو باید برای استفاده خودتون، بقیه‌اش رو باید مثل پایین قسمت بندی کنید و گندمی مثلا سیب زمینی هویجی بکارید. حالا بسته به نیاز خودتون چی بیشتر نیاز دارید. حالا بهتره که اینجا گندم بکارید چون فضاش هم بزرگتره، هم راحت‌تر میتونید برداشت کنید. حالا دورش هم نرده است که هم باعث میشه نیفتید، هم یه حالت جالبی بهش میده. میتونید این چیزا رو نذارید، فرقی نمیکنه. میتونید بالاش هم تورچ بذارید که روشنایی خیلی بیشتری هم میده. میتونید بالای هر کدوم هم چراغ بذارید. تو هر فارمی بذارید قشنگ نور باشه به اندازه کافی واسه گیاهتون. به این صورت اینجوری آبم پر کنید که میخواید گیاهتون رو بکارید راحت رشد کنن. شخم بزنید کلش رفت زده شد. توی گیاه مختلف مثل این آلوه فکر کنم، اگه شون آلو جنگلی باید بشه، سیب زمینی، هویج. حالا خودتون دارید چی رو دوست دارید بکارید همونو بکارید. اینو نمیدونم چیه، گیاه مختلفی میتونید بکارید. میتونید گلم بکارید، زنبورداری هم بزنید مثلا تایید شد، خیلی حرکت خیلی جذابی میشه. کدو مایکه هم هندونه بود بکنم. خب پرده بندی کنید باشه، هر کدوم از هم جداشه. میتونید حتی ویلیجر هم بیارید این بخش بذارید و باهاش ترید و این چیزا هم بکنید. بعد روی هر کدوم هم که تابلو میتونید بذارید برای افرادی که تازه بازی رو ریختن یا اطلاعی از بازی ندارن، هر کدوم رو مشخص کنید. داخل این بارلا میتونید فارماتون رو بذارید خیلی راحت. حالا یکم بریم جلوتر، یه پله هم اینجوری میسازید خیلی راحت برید بالا. قسمت هم میتونید انبار کنید دیگه راحت داخل این بارلا. یه طرف دورم میذارید که کسی یه موجود دیگه این نیاد بره بالا، مثل زامبی فلان عنکبوت.
گل شخ باید بزنید و حالا میخواید هویج بکارید، میخواید گندم بکارید، کلشو چیزای دیگه هم میشه. حتی میتونید اتوماتیک هم کنید که حالا فارمشو بعداً داخل یه ویدیوی دیگه بهتون یاد میدم که چجوری فارماتون رو اتوماتیک کنید که با یه دکمه آب بیاد و همه یه فارماتون رو جمع کنه، داخل هاپر ببره و مستقیم از هاپر بره داخل چست. توی یه ویدیو دیگه هم بهتون یاد میدم، خیلی هم بلدیم دورشو همچین حالتی بگیره. امیدوارم دوست داشته باشین ویدیو رو. حالا بخش دیگه چیه؟ کل فضای کلی کاره نشون میده. امیدوارم دوست داشته بوده باشید. اگه خوشتون اومده حتما برام کامنت بذارید درباره ویدیوهای دیگه، لایک کنید و گزینه دنبال کردن رو حتما بزنید. حمایت خیلی بزرگیه برای من. تا درود دیگه، با درود.